سلام به شما کاوشگران نور درونی، همراهان کانال نوررخ. امروز به سفری عمیق در ذهن خود دعوتید، جایی که افکار فرمانروایان پنهان زندگی مانند. آیا تا به حال فکر کرده اید که با تسلط بر افکارتان می توانید رنجها را به آرامش بدل کنید؟ در این ویدیو با هم می آموزیم چگونه ذهنمان را هدایت کنیم و رفتاری برگزینیم که هیچ چیز هیچگاه ما را آزرده نکند. همراه من باشید در این مسیر نورانی. یاد بگیر طوری رفتار کنی که هیچ چیز آزارت ندهد. در این ویدیو به تو آموزش می دهم چگونه ذهن خود را تربیت کنی تا طوری رفتار کند که انگار هیچ چیز آزارت نمی دهد. تا دیگر در بند احساساتت نباشی و به جای آن مالک آنها شوی. چون وقتی این مهارت را بیاموزی، هیچ کس و هیچ چیز دیگر نمی تواند بر تو سلطه داشته باشد. اول تسلط بر ذهنیتی که هیچ چیز آزارم نمی دهد. زندگی آکنده از هیاهو، نظرات دیگران، دلخوری‌های روزمره و ناکامی‌های ناگهانی است. دنیا بیرحمانه در پرتاب حواس‌پرتی‌ها، انتقادها و موانع در مسیر تو مهارت دارد. اما اگر به تو بگویم قدرت واقعی در تسلط بر هنر بی‌تفاوتی نهفته است چه؟ تصور کن در دل طوفان قدم می‌زنی، بیان که بلرزی، بیان که آرامشت را از دست بدهی. این یعنی رفتار کردن به گونه‌ای که انگار هیچ چیز آزارت نمی‌دهد. کلید چیست؟ یادگیری جدا کردن احساسات از شرایط بیرونی. وقتی اجازه می‌دهی اتفاقات بیرونی حال و هوایت را تعیین کنند، تبدیل به عروسکی در دستان نیروهایی خارج از کنترل خودت می‌شوی. اما وقتی ذهن خود را برای بی حرکت ماندن تربیت می‌کنی، ارباب سرنوشت خودت می‌شوی. دنیا برای کسانی که در دل آشوب آرام می‌مانند احترام قائل است، برای کسانی که زیر فشار فرو نمی‌ریزند. وقتی این ذهنیت را در خود نهادی نمی‌کنی، بدون گفتن حتی یک کلمه اقتدار را به نمایش می‌گذاری. با قدرت، با حضور، با اعتماد به نفس تزلزل ناپذیر در زندگی حرکت می‌کنی. به تأثیرگذارترین افراد تاریخ فکر کن. آنها کسانی نبودند که به هر توهین یا انتقادی واکنش فوری نشان دهند، بلکه با حالتی از کنترل حرکت می‌کردند. انگار چیزی را می‌دانستند که دیگران نمی‌دانستند. قدرتشان در توانایی بحث یا مقابله نبود، بلکه در توانایی بی تأثیر ماندن بود. این از قدرت واقعی بی تفاوتی. به فلسفه‌ای که در ادبیات خودسازی و موفقیت یافت می شود فکر کن. نیرومندترین درس این است که اندیشه مقدم بر عمل است. آنچه می اندیشی همان می شوی. اگر مدام به جهان واکنش احساسی نشان دهی، قدرتت را واگذار کردی. اما اگر ذهنیتی استوار را پرورش دهی، جهان مطابق ارادت خم می شود. کسانی که در زندگی به دستاوردهای بزرگ می رسند، این اصل را درک کردند. ذهن را کنترل کن، واقعیتت را کنترل کرده ای. تصور کن کسی در جمع به تو توهین می کند. واکنش طبیعی اکثر افراد خشم، مقابله یا دفاع از خود است. اما وقتی فقط لبخند میزنی و دور میشوی، چه اتفاقی میافتد؟ قدرتت را از محرک گرفته ای. او انتظار واکنش داشت و وقتی آن را دریافت نمی کند، دچار آشفتگی می شود. تو اما بی آنکه آسیبی ببینی، قوی تر، دست نخورده و شکست ناپذیر دور می شوی. این همان سلطه خاموشی است که تو آن را درک می کنی و دیگران تحسینش می کنند. همین اصل در مورد شکست ها
و ناکامی ها نیز صدق می کند وقتی با رد شدن یا شکست مواجه می شوند. اکثر افراد اجازه می دهند احساساتشان غلبه کند، در ناامیدی غرق می شوند و روزها، هفته‌ها یا حتی سالها را در حسرت آنچه اشتباه پیش رفته از دست می دهند. اما کسانی که قدرت بی‌تفاوتی را درک کرده‌اند، شکست را چیزی جز داده نمی بینند. یک تجربه آموزشی، یک اصلاح، یک پله برای صعود. آنها شکست را درونی نمی کنند. مشاهده می کنند، سازگار می شوند و به مسیر ادامه می دهند. چگونه می توان این سطح از کنترل را پرورش داد؟ با تمرین روزانه ذهن آغاز می شود. عادت مکث قبل از واکنش را تمرین کن.